سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم اینجا آموزش بدم بهتون که چجوری توی پنل اینستام ثبت نام کنید. برای این کار وارد مرورگر خودتون میشید و اون بالا تایپ میکنید instam.com تا یه همچین صفحه‌ای باز میشه که این وبسایت ما هستش. روی دکمه شروع کنید کلیک میکنید. در این قسمت از شما ایمیل و رمز عبور میخواد. از اونجایی که شما هنوز ثبت نامتون رو انجام ندادید، به خاطر همین باید یک حساب جدید باز کنید. حالا قبل اینکه بخوایم ما یه حساب جدید باز کنیم، یک راه دیگه هم بهتون معرفی میکنم، اونم ورود با گوگل هستش که این دکمهش این قسمت پایین شما مشاهده میکنید. وقتی روی اون کلیک کنید با استفاده از اکانت گوگلتون وارد اینستام میشید و دیگه لازم نیست مراحل ثبت نام رو همه رو انجام بدید. حالا ما چون میخوام یک ثبت نام جدید انجام بدیم، روی ایجاد حساب جدید تو این قسمت پایین کلیک میکنیم. اینجا یه سری اطلاعات ازتون میخواد، اینا رو تو این فرم وارد میکنید. حالا شما اطلاعات خودتون رو باید وارد کنید. یه رمز عبور ازتون میخواد، دوباره تکرار رمز عبور رو میخواد که باید وارد کنید. اینجا یه کپچا داره، باید به سوال کپچا جواب بدید. اینجا مثلا نوشته 4 به علاوه 3 که میشه 7. توی قسمت پایین نوشته من با شرایط و ضوابط موافقم. شما باید رو اون کلیک کنید و مشخصات و شرایط و ضوابط رو بخونید و وقتی که موافقت کردید دوباره برمیگردید این قسمت، دوباره رو این تیک کلیک میکنید که موافقت خودتون رو اعلام میکنید. حالا روی دکمه ثبت نام کلیک میکنید. خب براتون یک کد فعالسازی به ایمیلتون ارسال شده. ممکنه این کد فعالسازی توی قسمت اسپم یا جانک ایمیلتون منتقل شده باشه. حالا وارد ایمیلتون میشید، میبینید که یک کد براتون از طرف اینستام ارسال شده. خب حالا چی میگه؟ میگه که شما وارد این لینک میشید، نوشته به این نشانی بروید و این کد رو وارد کنید. این کد رو ما برمی‌داریم کپی میکنیم از اینجا و روی لینک کلیک میکنیم. حالا ایمیلی که ثبت نام کردید رو میزنید، کد فعالسازی که تو ایمیل هستشو میزنید اینجا. حالا روی دکمه حساب من را فعال کنید کلیک میکنید. حالا حسابتون با موفقیت فعال سازی شد. حالا دوباره برمیگردید توی مرورگر خودتون. حالا رو آیکون اینستام کلیک کنید، دوباره همون صفحه لاگین رو میاره. یا اینکه بیاید توی مرورگر اون بالا تایپ کنید app.instam.com. حالا با این همه این روش ها وارد این صفحه ورود میشید. حالا اطلاعاتتون رو وارد میکنید، هر اطلاعاتی که داشتید، ایمیلتون رو، رمز عبورتون رو وارد میکنید، ورود رو میزنید. بله، شما با موفقیت وارد اکانت اینستامتون شدید، یعنی وارد پنل اینستامتون شدید و میتونید تمام مشخصات اون رو مشاهده کنید و امکانات اون رو ببینید و اینکه به راحتی میتونید از طریق منوی همبرگری که این بغل وجود داره به تمام امکانات اینستام دسترسی داشته باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.